و خوب در خاطر دارم که جلسه شورای عالی جمهوری تاجیکستان از بررسی این موضوع آغاز گردید و واکنش چگونه بود؟ و دو قنات بودن، قنات دموکراتی و قنات کمونیستی و شدیداً دیپوتات های شورای عالی جمهوری تاجیکستان حاج اکبر تورجانزاده، طاهر عبدالجبار روحشان شاد باد، اسدالدین صاحب نظر روحشان شاد باد، انتقاد کردند و دعوت به عمل آوردند که باید روحیه دموکراتی جامعه را، فضای دموکراتی که زینه به زینه در تاجیکستان استوار می‌گردید باید ما نگاه داریم و در مورد بهای سیاسی دادن ما باید خیلی احتیاطکارانه باشیم و حزب یگانه حاکم که حزب کمونیست بود، مثلا یگان پلنیم مخصوص یا ویژه یا انجمن ویژه یا یگان اظهاراتی مثلا ویژه در مورد جانبداری انتشار نکرده است، ولی بعدا معلوم گردید که اون در مورد اون دستگیری کردن تبادلات دولتی اولین اقدام هایی که اونها دست داده بودند در بعضی وزارتخانه های تاجیکستان شخص های پیدا شده بودند که مثلا صدا بلند میکردن یا حتی اون عکس های پرزیدنت اولین و آخرین اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف را از اتاقهای کاری خود بیرون میکردن و بعد به انجام رسیدن ناکامانه به انجام رسیدن این تبادلات دولتی یک کمیسیون ویژه شورای عالی جمهوری تاجیکستان به کار شروع کرد و اون وزارتخانه هایی که یا مثلا وزیرهایی که به این کار دست داشتن مورد فعالیتشان تحقیق آموزش قرار گرفت. این یک چیزی چه است؟ واقعی است، چون که جمهوری تاجیکستان که یکی از جمهوری های عاقب مانده بود، مثلا اون زمان باید نمیتوانست که مثلا پرره مثلا این تبادلات دولتی را انکار کند. البته بودن این یک امید آخرین اون مثلا نماینده های حزب کمونیست هم بود. در اون سالها مثلا برنامه های فرمایشی بیشتر احساس می شد و ما طبق درخواست حزب کمونیست برنامه های فرمایشی در مورد دستگیری سیاست حزب کمونیست تیار میکردیم. باید بگم که در مورد دستگیری این تبادلات دولتی از جانب رهبریت عالی حزب کمونیست تاجیکستان یگان فرمایش نشد و یگان برنامه از طریق تلویزیون تاجیکستان و حتی رادیوی جمهوری تاجیکستان پخش نگردید.